اگر افکارمون رو کنترل نکنیم افکارمون ما رو کنترل میکنن. خیلی ساده است. دوباره تکرار میکنم، دوباره بهش فکر کن. اگر افکارمون رو کنترل نکنیم افکارمون ما رو کنترل میکنن. دوباره بهش فکر کن. خیلی جمله مهمیه. موقعیت ها رو خودت ببین، کجاها کنترلت کرده، تو کنترلش نکردی. تو زمان عصبانیت و زمان شهوت فلان بسار کجا کنترلش کردی، کجا اون تو رو کنترل کرده. اگر اون کنترلت کنه که بخوای همش ازش تبعیت کنی، تهش میبرتت میندازه توی دره عمیق.